بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است از انس ابن مالک که روزی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودند. ناگهان مرد اعرابی وارد مسجد شد و بر محمد صلی الله علیه و سلم سلام کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم جوابش داد و فرمود از کجا آمده ای؟ مرد اعرابی عرض کرد از راه دوری آمدم و چند سوالی از شما دارم تا برایم جوابش را بدهید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند بپرس تا جوابش را بشنوی. مرد اعرابی به سوالات خود چنین ادامه داد: عرض کرد میخواهم داناترین مردم باشم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند از خدا بترس. عرض کرد میخواهم از خالصان درگاه خدا باشم. فرمودند شب و روز قرآن بخوان. مرد اعرابی عرض کرد میخواهم همیشه دل من روشن باشد. محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که مرگ را فراموش مکن. عرض کرد میخواهم همیشه در رحمت حق باشم. فرمودند با خلق خدا نیکی کن. عرض کرد میخواهم از دشمن به من آفت نرسد. محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند توکل با خدا کن. عرض کرد میخواهم در چشم مردم خوار نباشم. فرمودند پرهیزگار باش. عرض کرد میخواهم عمر من طولانی باشد. فرمودند صله رحم کن. مرد اعرابی عرض کرد میخواهم روزی من وسیع گردد. فرمودند همیشه با وضو باش. عرض کرد میخواهم به آتش دوزخ نسوزم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که چشم و زبان خود را ببند. عرض کرد میخواهم بدانم گناهانم به چه چیز ریخته می شود. فرمودند به تضرع و توبه به حال بیچارگی. عرض کرد میخواهم سنگین ترین مردم باشم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند از کسی چیزی مخواه. عرض کرد میخواهم پرده عصمتم دریده نشود. فرمودند پرده کسی را ندر. مرد اعرابی عرض کرد میخواهم که گورم تنگ نباشد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که مداومت کن به قرائت سوره تبارک. عرض کرد میخواهم مال من بسیار شود. فرمود که مداومت کن به قرائت سوره واقعه ارشد. مرد اعرابی عرض کرد میخواهم فردای قیامت ایمن باشم. محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش. عرض کرد میخواهم خدای تعالی را در نماز حاضر یابم. محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند در وقت ساختن وضو دقت کن. عرض کرد میخواهم از خاصان باشم. فرمودند در کارهای راستی و درستی پیشه کن. عرض کرد میخواهم در نامه عمل من گناه نباشد و همیشه خیر و خوبی باشد. محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند به پدر و مادر نیکی کن. مرد اعرابی عرض کرد
میخواهم برای من عذاب قبر نباشد. محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند جامه خود را پاک نگه دار. خداوند همه ما را علم نافع و اعمال صالح نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین و من الله توفیق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام خدایی که بی اندازه مهربان نهایت با رحم است. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. و از هر جا که بیرون روی پس بگردان روی خود را جانب مسجد حرام و این واقعا حق است از طرف پروردگار تو و نیست الله بیخبر از آنچه میکنی. و من حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم